سلام دوستای عزیزم، به کانال خودتون آوای داستان خوش اومدین. دوستای مهربونم، من برای تهیه داستانها زحمت زیادی میکشم. بهترین داستانها رو براتون روایت میکنم که تا به حال نشنیدین. ممنونم که با لایک و سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن به من دلگرمی میدین. و اگه به صدای من علاقه دارین، لینک بقیه کانال هم رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. اونجا هم همراه من باشین. خیلی دوستتون دارم. ممنونم که از من حمایت میکنید و همراه من هستین. هر دو با تعجب به چشمای همدیگه نگاه میکردیم که اون مرد یه قدم به سمتم برداشت. اما من از ترس در رو به هم کوبیدم. تون از پله ها بالا رفتم. تقریباً به آخرین پله رسیده بودم که اون مرد مچ پام رو گرفت و اسمم رو صدا کرد. من با ترس هلش دادم و تندتر از پله ها بالا اومدم و در رو بستم و قفل کردم. سلام، من بهارم و الان که تو سن 35 سالگی به سر میبرم تصمیم گرفتم داستان عجیب و جالب زندگیم رو براتون تعریف کنم. خیلی وقته که چنین داستانهایی رو میخونم و گوش میدم و برخلاف نظر خیلی از مردم که میگن این داستانها دروغه، من کاملا مطمئنم که چه شخصی پشت اون داستانها نشسته و چطوری داره بهترین و بهترین اتفاقای زندگیش رو تعریف میکنه. ماجرایی که توی زندگی من پیش اومد و باعث شد که الان مسیر زندگیم کاملا عوض بشه خیلی دور از واقعیته، ولی فقط کسایی که اون رو تجربه کردن درک میکنن که چه حسی داره. پیش از اینکه به داستان زندگی من گوش کنید ازتون ممنونم و امیدوارم نظرات زیباتون رو برام بنویسید. 17 سالم بود که پسرمم بر اثر یه حادثه از دنیا رفت. توی اوج جوونیش ناکام موند. پسرمم اسمش محسن بود و قصد داشت که با هم ازدواج کنه. حتی با هم دیگه کمی آشنا هم شده بودیم و در شرف ازدواج بودیم و بعد از رفتنش حال من خیلی بد شده بود. روز مراسمش و با چشمو که خیس از اشک شده بود به زنم و یه بیچارم نگاه میکردم. دو دستی به سرش میکوبید و گریه میکرد. گریه و گریه میگفت خدایا چرا فرزندم رو ازم گرفتی؟ چرا تک پسرم رو گرفتی؟ محسن و زنمم خیلی ارتباط خاص و صمیمی داشتن، در حدی که محسن میگفت حاضرم جونمم برای مادرم بدم. از حق نگذریم زنمو خیلی به محسن کمک کرده بود و دقیقاً زمانی که محسن میخواست برخلاف خواسته پدرش و عموهاش وارد بازار بورس و ترید بشه، مادرش پشتش در اومد و کل طلاهاشو به همراه زمینی که به نامش بود فروخت و همه یه سرمایه‌شو به محسن داد. محسن 2 سال مخفیانه این کار رو انجام داد تا بالاخره کارش گرفت و مال و منال خیلی زیادی به هم زد. اما یه روز وقتی که ماشینشو به تعمیرگاه برده بود پای پیاده برمیگشت که یه ماشین بهش زد و از سانحه فرار کرد. اون ماشین هیچ وقت پیدا نشد و محسن همونجا توی خیابون از دنیا رفت. روز مراسم محسن انگار قلب من ایستاده بود و نمیتونستم نفس بکشم، چون حس میکردم عشق زندگیم رو از دست دادم. اما 6 ماه بعدش تقریباً غم محسن رو فراموش کرده بودم و به زندگی عادیم برگشته بودم. در اصل همه اطرافیان به زندگی عادیشون برگشته بودن به جز زنمو. واقعا راست میگن که اولین و آخرین دلسوز ما مادرمونه. 1 سال از اتفاق بدی که برای محسن افتاده بود گذشته بود. خانواده عموم کمی آرومتر شده بودن. البته نمیشد بگیم فراموش کردن، فقط عادت کرده بودن که چطوری بدون پسرشون زندگی کنن. خیلی وقتا به زنمون سر میزدم و جویای احوالش میشدم که خدایی نکرده تنها نشه و توی تنهایی فکرای بعد به سرش نزنه. حالا دیگه به سن 20 سال رسیده بودم و دیگه اثری از محسن توی ذهنم نمونده بود. خواستگاری زیادی می اومدن اما همشون رد می شدن چون هیچ کدوم باب میل من نبود. تا اینکه یه روز توی یه کافی دنج یه پسر خوش تیپ و قد بلند رو اونجا دیدم.
من با 2 از رفیقام توی کافه مشغول خوردن کیک و قهوه بودیم. همونطور که نگاهمون به میز جلویی بود، یهو سر و صدای چند تا پسر به قولن گندلات بالا گرفت. پسرها همینجوری فریاد میزدن و مشتشون رو روی میز جلویی میکوبیدن. اما اون پسر خیلی شیک و پیک پشت میز نشسته بود. اون پسر جذاب با یه تحریش منحصر به فرد سرش رو پایین انداخته بود و از گوشه یه چشم بالا رو نگاه میکرد و به اون گندلاتا پوزخند میزد. اونا همینجوری فریاد میکشیدن و معلوم نبود چی میخوان که یهو اون پسره از جاش پا شد و دست یکی از اونها رو تو دستش فشرد. گفت حواسم نبود که لیوان قهوه روی شلوارتون ریخت. واقعا متاسفم. اگه بخواین من هزینه‌شو پرداخت میکنم. یه جوری دهن اونا رو بسته بود که دیگه حرفی برای گفتن نمونده بود. پسر دستشو بیرون کشید و گفت نه لازم نکرده. دم شما هم گرم و بعد همشون از کافه بیرون زدن. ظاهراً ماجرا از این قرار بود که این اشتباهی وقتی داشته سفارشش رو خودش روی میزش می آورده، لیوان قهوه از سوی سینی چپ میشه و روی شلوار این پسری میفته و اینم پا میشه و فریاد رو میندازه. ولی خیلی معطل بعد از 10 دقیقه گوش کردن به چرندیات اون لاتا ازش عذرخواهی کرد و این قضیه رو به راحتی فیصله داد. نگاه هم همش سمت این پسر جذاب بود. اما من نرفته بودم کافه دنبال شوهر و از سرمو پایین انداختم و با دوستان مشغول خوشابه شدیم. نهایتاً 10 دقیقه بعد از کافه بیرون زدیم. منتظر تاکسی بودیم که یهو توی حیاط کافه اون پسرا رو دیدم که مشغول صحبت با هم دیگه بودن. داشتن نقشه میکشیدن که این پسره رو تعقیب کنن و یه جای تلافی کارش رو سرش در بیارن. در حالی که اصلا کار اشتباهی نکرده بود. فقط خیلی اتفاقی لیوان قهوهش افتاده بود. اما ظاهراً اینا دنبال درد سر بودن و میخواستن هر جور شده یه برخوردی با این پسر کنن. پیش دختر رو برگشتم. گفتم من یه چیزی تو کافه جا گذاشتم و به این بهونه دروغ وارد کافه شدم. مستقیما سر میز اون پسر رفتم که همچنان پشت میزش نشسته بود و داشت آروم آروم قهوهش رو میخورد و با موبایلش کار میکرد. کنارش ایستادم و آب دهنم رو قورت دادم. گفتم ببخشید آقا. خیلی آروم سرشو بلند کرد و بهم نگاهی کرد. با دیدن من از جا پا شد و گفت بله کاری داشتین؟ این حجم از مؤدب بودن برای یه پسر برام غیر قابل باور بود. اونم منی که یه داداش بیش از حد بی تربیت و خودخواه داشتم. لبخندی زدم و گفتم نمیخوام نگرانتون کنم، ولی اون چند تا پسری که تازه باهاتون بحث کردن بیرون تو حیاط دارن نقشه میکشن و من اتفاقی صداشون رو شنیدم. این پسر جذاب اغم کوچیکی کرد و گفت دقیقاً چه نقشه‌ای میکشن؟ تون گفتم راستشو بخواین میگن میخوان یه جای شما رو گیر بیارن و حسابی تلافی کنن. قراره الان تعقیبتون بکنن، پس اگه میتونین زنگ بزنین دوستاتون بیان کنارتون یا به پلیس زنگ بزنید. من دیگه بقیه‌شو نمیدونم. فقط تا این حد بهتون اطلاع دادم. امیدوارم سلامت باشین و خداحافظ. عین یه رادیوی خراب تون حرفامو زدم و از کافه زدم بیرون. یه لحظه برگشتم و اون پسر رو دیدم که با یه لبخند خاصی بهم نگاه میکنه. اما تندی از کافه بیرون رفتم و به دوستام ملحق شدم. خیلی قایمکی یه تاکسی گرفتیم و از اونجا رفتیم. ماجرا رو برای دوستام تعریف کردم که کلی سرزنشم کردن. گفتن چرا خودتو قاطی اینجور مسائل میکنی؟ اما من نمیتونستم از جون یه آدم راحت بگذرم. فردای اون روز ساعت تقریباً 5 عصر بود که دوباره یه سر به همون کافه زدم. میخواستم از احوال اون پسر دیروزی با خبر بشم، با اینکه حتی نمیدونستم آیا دوباره به این کافه میاد یا نه. با این وجود حدوداً نیم ساعت توی کافه منتظر موندم و بعد از اون بیرون زدم. تقریباً تا 1 هفته کارم همین بود، تا اینکه بالاخره مسئول کافه به سمتم اومد. ازم پرسید ببخشید خانم، ولی شما 1 هفته است مدام میای اینجا و سراغ یکی رو از مردم میگیری. میشه لطفاً به ما هم بگی شاید بتونیم بهتون کمک کنیم. با آرامش اتفاقی که 1 هفته پیش
توی این کافه افتاده بود رو براش تعریف کردم. گفتم لطفاً بعد برداشت نکنید. من هیچ نسبتی با اون آقا ندارم، اما یه جورایی نگرانش شدم، چون حس میکنم ممکنه اتفاقی براش افتاده باشه. فقط اگه بدونم حالش خوبه خیالم راحت میشه. اون آقا هم لبخندی زد و گفت آها، آقا امید رو میگی؟ امید که مشتری ثابت این کافه است و توی این 1 هفته متاسفانه مریض شده و نتونسته بیاد کافه. نگران نباشید، اتفاقی براش نیفتاده. اتفاقا همون روز بهم گفت که یه دختره بهم گوشزد کرده و گفته ممکنه اتفاقی برام بیفته و من و 1-2 دیگه از رفیقام تا خونشون همراهیش کردیم، اما کسی سراغش نیومد. ما هم مدام سر به سرش میذاشتیم و میگفتیم این دختره میخواسته دستت بندازه، اما امید اصرار داشت که مطمئنم اون دختر درست گفته. این چند روزم مدام بهم زنگ میزد و سراغ یه دختر با مشخصات شما رو میگرفت که امروز دیگه با دیدن شما متوجه شدم ممکنه همون دختر باشین. امید میخواد که شخصا ازتون تشکر کنه و اگه امکانش هست اجازه بدین یه تماس باهاش بگیرم تا همین الان به کافه بیاد. نگاهی به ساعتم کردم و دیدم هنوز وقت دارم. واسه همین با درخواستش موافقت کردم و هنوز 20 دقیقه نگذشته بود که سر و کله همون آقا، یا به قولی آقا امید، پیدا شد. آقا امید سلامی بهم داد و روبروی من پشت میز نشست. منم در جوابش باهاش احوالپرسی کردم. اولین بار بود با کسی غیر از دوستام توی کافه اینجوری می نشستم. واسه همین یکم استرس داشتم. مدام انگشتامو فشار میدادم. آقا امید لبخندی زد و گفت لازم نیست معذب بشین. فقط اومدم اینجا تا ازتون تشکر کنم. واقعا اون روز جون منو نجات دادین. نمیخواستم رفیقام از این موضوع بوی ببرن، اما اونایی که باشون توی کافه بحثم شده بود دقیقاً تا بلوار اصلی منو تعقیب کردن. اما احتمالاً دیدن رفیقام قصد پیاده شدن ندارن و از طرفی خونه ما هم دقیقاً وسط شهر و جای خلوتی گیر نمیومد. واسه همین ول کردن و رفتن. لبخندی زدم و گفتم خوشحالم که تونستم بهتون کمک کنم. راستش فقط میخواستم ببینم اون آقایی که بهش کمک کردم هنوز حالش خوبه، زنده است یا نه. با این حرفم هر دوی ما زدیم زیر خنده. یکم دیگه با هم صحبت کردیم که یهو آقا امید گفت اگه میشه شمارتون رو داشته باشم، چون از اینجور دوستا کم گیر میاد. مطمئن باشین نیت بدی ندارم، فقط میخوام هر از گاهی جویای احوالتون بشم. تو رو درباستی گیر کرده بودم، واسه همین شمارمو بهش دادم و تو دلم گفتم خب نهایتا اگه زنگ زد جوابشو نمیدم و قضیه تموم میشه. هرچی اصرار کردم که خودم تنهایی به خونه برم قانع نشد. گفت امکان نداره، حتی اگه تا سر کوچتون باشه شما رو میرسونم. بالاخره باید یه جوری لطفتون رو جبران کنم. منم با اکراه صندلی پشت ماشین نشستم. با این حرکتم آقا امید آروم خندید و گفت مگه من راننده شخصیتون هستم که نشستین عقب؟ با استرس لبخندی زدم و گفتم نه بابا، آخه جلو یکم معذبم، اینجا راحت‌ترم. سرشو به نشونه تایید تکون داد و گفت پس برو که رفتیم. آدرس خونتون رو بهم بده. سر کوچه که رسیدیم ازش خواستم بیسته و همونجا پیاده شدم و ازش تشکر کردم. به خونه رفتم، اما تا لحظه‌ای که در حیاط رو باز نکردم همچنان سر کوچه ایستاده بود. به هم نگاه میکرد و منم سریعا در رو باز کردم و خودم رو توی خونه انداختم. شب شده بود و دیگه موقع خواب بود که یهو ویبره گوشیم به صدا در اومد. یه پیام از یه شماره ناشناس دریافت کردم با این مضمون که سلام خوبین، من امید هستم، لطفاً شمارم رو سیو کنین. میخواستم بهش بگم که تمایلی به این پیامک بازی ندارم که یهو دوباره صدای ویبره گوشیم در اومد. این بار پیامش نوشته بود نگران نباشین، مزاحمتون نمیشم، فقط میخوام هر از گاهی ازتون خبر بگیرم. یه جوری مؤدبانه پیامش رو نوشته بود که نمیتونستم بهش نبگم. واسه همین یه تشکر کردم و دیگه گوشی رو خاموش کردم. روزها میگذشت و آشنایی من و امید بیشتر و بیشتر میشد. بعد تعداد پیاممون در طول روز به بیشتر از 10 تا رسیده بود. عین 2 تا رفیق مجازی با هم دیگه صحبت میکردیم و خیلی وقتا هم جاهایی که با رفیقام میرفتم یا اونجا ظاهر میشد. البته از قبل ازم میپرسید که کجا میرم و
به یه بهونه خودش رو به اونجا میرسوند. یه سلام و احوال پرسی با هم میکرد و یه کمی صحبت میکرد و میرفت به یه کارش. روزا همینجور میگذشت تا اینکه بعد از 3 ماه بالاخره یه روز امید به هم اعتراف کرد و با هم تماس گرفت. گفت خیلی ازت خوشم اومده بهار. میخوام هرچه سریعتر باهات ازدواج کنم. با توجه به صدای عجیبی که داشت گوش میکردم ازش معلوم بود که حال خوبی نداره و واسه همین گفتم فعلا حالت خوب نیست امید. بذار فردا صحبت میکنیم. اما صداشو بلندتر کرد و گفت حق نداری قطع کنی یا بهت میگم من دوستت دارم. میخوام باهات ازدواج کنم. چرا نمیفهمی؟ تلفن رو قطع کردم. صدای تپش قلبم گوش خودم رو کر کرده بود. انگار منتظر این جمله بودم. انگار منتظر بودم تا امید از هم خواستگاری کنه. چند روز از اون ماجرا گذشته بود و من اعتراف امید رو پذیرفتم و با هم دیگه در مرحله آشنایی بودیم. حدوداً 2 ماه بود که با هم دیگه آشنا شده بودیم. امید گفت وقتشه که این آشنایی رو رسمی کنیم. شروع کرد به سوال پرسیدن راجع به خانوادم. با خنده ازش پرسیدم چی شده؟ تازه بعد از 6 ماه یادت اومده باید راجع به خانوادم سوال بپرسی؟ امید خندید و گفت آخه اگه من بیام خواستگاری تو بگم هیچی از این دختری که عاشق شدم نمیدونم، هر دو خانواده بهم میخندن و میگن چطوری عاشق دختری شدی که هیچی ازش نمیدونی. پس بهتره از قبل خودم رو آببندی کنم چون حوصله طعنه و کنایه ها رو ندارم. با لبخند همه چیزو براش تعریف کردم، از اول زندگیم تا همین لحظه. اما هرچی بیشتر صحبت میکردیم چهره امید بیشتر توی هم میرفت. امید گردنشو خاروند و گفت پس محسن کبیری پسرعموی توه و تو هم بهار کبیری هستی؟ با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم آره خب پسرعمومه که چند سالی پیش تصادف کرده و از این دنیا رفت. مگه تو میشناسیش؟ امید لبخندی زد و گفت نه خب ولی فکر کنم یه نسبت دوری با هم دیگه داریم چون واسه یه مراسمش اومده بودیم و حالا که تو گفتی یادم اومد. ولی چرا تو رو ندیدم؟ خندیدم و گفتم چون حتما منو نمیشناختی دیگه. مدتی گذشته بود و امید گفته بود که با خانواده‌اش صحبت میکنه اما هیچ خبری نشده بود تا اینکه دیگه دلو به دریا زدم و غرور رو کنار گذاشتم. ازش پرسیدم چرا هنوز خبری ازت نیست که گفت هنوزم نتونستم با خانواده‌ام صحبت کنم و این ماجرا 1 ماه طول کشید تا اینکه بالاخره امید خبر خوش رو بهم داد. خانواده‌اش راضی شده بودن که به خواستگاری من بیان. از این طرف هم راضی کردن خانواده من مونده بود. با مامانم صحبت کردم و اونم به بابام گفت و بعد از کلی تحقیقات راجع به خانواده امید رضایت دادن که بیان تا هم دیگر رو ببینیم. انگار همه چیز کار و قسمت بود و تو سرنوشت ما نوشته شده بود که با هم دیگه ازدواج کنیم. همه چی خیلی سریع پیش رفت و با اینکه هیچ نسبتی با هم دیگه نداشتیم پدر و مادرم بعد از شب خواستگاری راضی شدن که باشون وصلت کنیم. شب خواستگاری پدر مادر امید یه جوری رفتار میکردن که انگار معذبن یا اینکه امید به زور اونا رو مجبور کرده. واسه همین به این موضوع شک کردم. فردای اون روز با امید صحبت کردم و گفت پدر مادر من کلاً مدلشون اینجوریه. اتفاقاً خیلی هم راضی و خوشحالن. منم به حرف امید اعتماد کردم و مراحل ازدواج ما یکی یکی پیش رفت تا اینکه شب ازدواجمون از راه رسید. تمام این مدت رفتارای عجیب غریبی ازشون میدیدم. مثلا سعی میکردن خودشون رو از خانواده ما فاصله بدن. هر وقتی به امید اعتراض میکردم میگفت اخلاق پدر مادرم اینجوریه ولی چیزی تو دلشون نیست. امید یه جشن خیلی بزرگ توی یه تالار بزرگ برام گرفته بود و همه اقوام رو دعوت کرده بودیم اما خانواده عموم نیومده بودن چون با گذشت این همه سال هنوز هم داغدار پسرشون بودن. عموم برام یه نامه و یه سکه طلا برای یه کادوی فرستاد و گفت از اینکه نتونستم توی عروسی شرکت کنم متاسفم عزیزم، ولی راستشو بخوای دلش رو نداریم که بخوایم توی یه جشن و شادی شرکت کنیم. امیدوارم خوشبخت بشی. با تمام وجودم درکش میکردم و میدونستم که خیلی صادقانه حرفش رو بهم زده. واسه همین ازش ناراحت نشدم و در عوض باهاش تماس گرفتم. اونم کلی بهم تبریک گفت و منم به خاطر کادویی که بهم داده بود تشکر کردم.
تلفن رو که قطع کردم، امید آروم کنار گوشم گفت وقتی ازدواج کنی دیگه نمیتونی اونقدر با عمود صمیمی باشی. اخمامو تو هم کشیدم و گفتم نکنه تو از اون مردای بدبین و بددلی که میگن زنم حق نداره با برادرش سلام علیک کنه. امید آروم خندید و گفت نه بابا، آخه من کجام بدبینه، فقط یکم حسودم. کلاً بعد ازدواج باید همه یه وقت تو بذاری برای من. آروم خندیدم و گفتم همه یه وقتم برای تو، نگران نباش. عروسیمون به بهترین شکل ممکن برگزار شد. آخر شب بود که پدر مادرم منو راهی خونه بخت کردن. 1 هفته قبلش کل جهیزیم رو توی خونه چیده بودیم و یه خونه کامل آماده داشتیم. حتی شومینه رو هم نصب کردیم. تو فصل زمستون ازدواج کرده بودیم و نصب کردن شومینه و آب گرم کن خیلی مهم بود. به محض اینکه دیگه مهمونا رفتن تو خونه تنها شدم. گیره موهام رو داشتم باز می‌کردم و رفتم همون با آب گرم یه دوش حسابی گرفتم. آرایشم رو پاک کردم و کلی سبک شدم. بعد از اون یه چای درست کردم و چند تا کیک و کلوچه کنارش گذاشتم. امید هم رفته بود دوش گرفته بود و اومده بود بیرون. گفت آخه این وقت شب چای و کیک بخوریم. سرم و مثل گربه های لوس پایین انداختم و گفتم آخه من گشنمه. نتونستم تو تالار درست غذا بخورم. امید بشکنی زد و گفت الان یه پیتزای مشتی سفارش میدم، بیارن با هم دیگه بزنیم. و همین کارم کرد و اون شب تا ساعت 4 مشغول خوردن پیتزا و چای کیک بودیم. کلی با هم دیگه صحبت کردیم که یهو امید وسط حرفاش گفت نکنه از حرفی که توی عروسی زدم برداشت بد کردی. همونطور که گاز دیگه به پیتزا میدادم گفتم کدوم حرف؟ امید سرشو خاروند و گفت همین که گفتم باید همه حواستو بدی به من. شوخی کردم. هر چقدر دوست داری با فامیلا و قوم و خویشت میتونی در ارتباط باشی، اما دوست ندارم دیگه زیاد وارد جزئیات خانواده‌شون بشی، چون میخوام همه ی حواست به زندگی خودمون باشه. لبامو کج کردم و گفتم تو یه چیزی رو میدونی و به من نمیگی. یه چیزی داره اذیتت میکنه. امید خندید و گفت آره واقعا یه چیزی الان چند روزه توی سرمه. بذار واسه تعریفش کنم. ببین من یه رفیق دارم که دور از گوش به تازگی ها جدا شده. زندگی خیلی خوبی هم با همسرش داشت. کلاً با عشق ازدواج کرده بودن، جوری که همه ما حسرت زندگیش رو میخوردیم. منو میبینی الان یه خونه رهن کردم و همه این جهیزیه رو قسطی خریدم. اون یه خونه خریده بود و کل جهیزیه‌اش رو نقد و عالی و بهترین مارک خرید و گذاشت توی خونه و حتی بعد از عروسی زنش هم برداشت مسافرت برد ترکیه ماه عسل. خلاصه یه بار همگی ما چه متأهل چه مجرد دور هم دیگه جمع شدیم خونه یکی از رفیقام. اینم دعوت کردیم. دیدیم این زن نشست از اولش فقط کلی حرف و چرت و پرت گفت و راجع به فشن و مد و نمیدونم چشم و هم چشمی و اینجور چیزا صحبت کرد. با خانمای اون رفیقای متأهلم حرف میزد. همش غیبت بقیه رو میکرد و اونجا بود که متوجه شدیم چقدر زنش سرش رو زندگی بقیه است و اصلا به زندگی خودش فکر نمیکنه. تازه همش با خانمای بیچاره رفیقام چشم و هم چشمی میکرد و میگفت لباستون رو کجا خریدین؟ جواهراتتون رو کجا خریدین؟ واقعا شوهراتون بهتون میرسه یا نه؟ وقتی بیشتر به چهره رفیقم نگاه میکردم متوجه میشدم که توی این مدت چقدر افسرده شده، با اینکه هنوز 1 سال از ازدواجشون نگذشته، اما داشت زیر بار قسط و قرض له میشد. از من پول قرض کرده بود تا لاستیکای ماشینش عوض کنه. در عوض زنش همه یه لباساش برند و مارک بود، اما خب به من ربطی نداشت. واسه همین هیچ وقت راجع به این موضوع باهاش صحبت نکردم و حتی هیچ وقت قرضمو هم پس نگرفتم، چون دیگه میدونستم بیچاره تحت فشاره. خلاصه بعد چند سال زندگی حالا چند روز پیش گفته بود که زنم درخواست جدایی داد و از هم دیگه جدا شدیم. با یه دونه بچه زن ول کرده و رفته. دلیلش هم اینه که شوهر من مثل بقیه شوهرها خرجم نمیکنه و بهم نمیرسه. منم نمیتونم به این زندگی ادامه بدم. بیچاره کلاً پوکیده و داغون شده بود. یه نصیحت بهم کرد و گفت
زنت اگه سرش تو زندگی خودش باشه هیچ وقت زندگیتون از هم نمیپاشه. لطفاً اجازه نده درگیر مادیات و چشم و همچشمی با بقیه بشه. اون حرفی که من زدم منظورم همین بود. گفتم لازم نیست دیگه پیگیر خیلی از مسائل باشی. همین که عموت برات نامه فرستاده و بهش زنگ زدی کافی بود. اینکه بخوای دوباره پیگیر بشی عموم کجا رفته، زن عموم چیکار میکنه، یعنی یکی از زندگی خودت موندی و داری به زندگی بقیه میرسی. این موضوع راجع به منم صدق میکنه. لطفاً زیاد پیگیر مادر و خواهر و دخترم و خاله و عمه من نباش. از همین اول کاری بگم من آدمی نیستم که دنبال چشم و همچشمیای تو رو بگیرم و با اولین چیزی که ازت ببینم بهت اخطار میدم. بلند خندیدم و گفتم بابا این رفیقت بدجوری رو تو تأثیر گذاشته ها. من اصلا هم آدم چشم و همچشمی نیستم. همین که تو هوای منو داشته باشی و زندگی خوبی داشته باشم کافیه. روزها میگذشت و زندگی ما هر روز شیرین‌تر و جذاب‌تر میشد. کلی مسافرت با هم دیگه میرفتیم. جدا از این که به فکر چیزای بی خود باشیم داشتیم زندگیمون رو سپری میکردیم. مادر شوهرم سعی میکردم ارتباط خوبی داشته باشم، اما اونا مدام خودشون رو دور میگرفتن و همین باعث میشد که گاهی اوقات عصبی و ناراحت بشم. یه روز خونشون دعوت بودیم برای شام و برادر و خواهرای امید اونجا بودن. با کمک همدیگه سفره رو چیدیم و شام رو خوردیم. بعدش خونه رو جمع و جور کردیم تا مادر شوهرم زیاد زحمتش نشه. تو سالن پذیرایی نشسته بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. مثل همیشه برادر و خواهرای امید خیلی با هم مهربون بودن و حسابی ازم سوال میپرسیدن و سرگرمم میکردن تا احساس غریبی نکنم. مادر شوهرم سر و کلش از آشپزخونه پیدا شد و یه ظرف شیرینی توی دستش بود. شروع کرد به همه یکی دونه شیرینی دادن. میگفت اینا رو چند وقت پیش از یه آقایی گرفتم که توی امامزاده زندگی میکرد و گفت اینا تبرکه و به هر کی بدی زندگیش پربرکت میشه. از کنار دست من گذشت و به خواهر شوهرم و بچه‌ش شیرینی داد، اما بدون اینکه به من تعارف کنه آخرین شیرینی ها رو به امید و برادرش داد و روشو سمت من کرد و گفت ای وای یادم رفت بهت بدم بهار. لبخند نصف و نیمه‌ای زدم که امید گازی به شیرینی زد و بلند شد و بقیه‌شو داد بهم. گفت ما که همه چیزمون شریکه، بذار شیرینیمون هم شریک باشه. با اخم نگاهی به امید انداختم و گفتم نه مرسی خودت بخور، دیگه به من نرسید چیکار کنم. امید شیرینی رو توی دستم گذاشت و گفت وقتی بهت یه چیزی تعارف میکنم نباید رد کنی خانم. از این همه مهر و محبتی که امید بهم داشت قلبم اکلیلی شده بود، اما حس میکردم اون شیرینی از گلوم پایین نمیره، چون میدونستم حتما مادر شوهرم از قصد بهم نداده و اینجوری از کنارم رد شده، وگرنه مگه میشه کسی تازه عروسش رو نبینه. شیرینی رو توی دهنم گذاشتم و بهش گاز زدم، اما برخلاف بقیه که از مادر شوهرم تشکر کردن من هیچی نگفتم. به جاش از امید تشکر کردم. امید متوجه جو سنگین بین من و مادرش شده بود. واسه همین سریع خداحافظی کرد و از اونجا بیرون رفتیم. کلی تو ماشین با هم دیگه صحبت کردیم و من ناراحتیم رو ابراز کردم. امید بهم دلداری داد. گفت آره میدونم کار مامانم اشتباه بود. حتما باهاش صحبت میکنم. شاید هنوز عادت نکرده، چون تنها عروسشی و هنوز نمیدونه باید چجوری با یه عروس رفتار کنه. سرمو به نشونی تایید تکون دادم. دیگه چیزی نگفتم. بعد تا رسیدم به خونه سکوت کردم. با ناراحتی به رخت خوابم رفتم و بدون اینکه منتظر باشم خوابیدم، چون میخواستم بفهمه که چقدر ناراحت شدم. روزم میگذشت. تقریبا یک هفته بعد بود که مادر شوهرم با هم تماس گرفت و گفت دختر گلم باور کن اون روز من تو رو ندیدم. امید گفت ناراحت شدی؟ لبخندی زدم و گفتم نه بابا ناراحت نشدم، فقط وقتی از کنارم رد شدین یه کوچولو بهم برخورد. مادر شوهرم به زور خندید و گفت نه بابا من که به قصد این کارو نکردم، فقط ندیدمت. انشالله امشب شام میپزم تو و امید بیاین اینجا، با هم دیگه 4 نفری یه شام خوشمزه میخوریم و این موضوع رو از دل در میارم. لبخندی زدم و ازش تشکر کردم. دوباره قلبم اکلیلی شد و
با خودم گفتم الحق که مادر شوهر مهربونی دارم. شاید واقعا حواسش نبوده و اخلاقش اینجوریه. چرا باید بیش از حد بهش گیر بدم؟ شب به همراه امید به خونه پدرش رفتیم و بعد از صرف شام با کمک مادر شوهرم ظرفا رو شستم و خونه رو مرتب کردم. کلی با همدیگه صحبت کردیم. انگار بعد از مدت‌ها تازه داشتیم با همدیگه کنار می اومدیم و ارتباطمون داشت خوب میشد. کمی تو خونه قدم زدم و گفتم میشه یه نگاهی به اتاق امید بندازم؟ مادر شوهرم هم قبول کرد. تو اتاق امید عکسای زیادی از خواهر برادرش گذاشته بود. من همونطور که با لبخند بهشون نگاه میکردم چشمم به عکس یه پسری افتاد که دستشو توی گردن امید گذاشته بود و شباهت زیادی به امید داشت. عکس رو برداشتم و به سمت پذیرایی رفتم. اونو دست امید دادم و گفتم این پسر کیه توی عکس؟ من تا حالا ندیدمش. یهویی رنگ از رخ امید و پدر مادرش پرید. با ترس به هم نگاه میکردن که امید دستمو گرفت و گفت این داداشمه و الان خارج از کشور زندگی میکنه. چرا برات سوال شده؟ دستمو تو هم گره زدم و گفتم وا، یعنی تو اگه بیای عکس یه آدم جدید رو تو خونه ما ببینی برات سوال نمیشه که چرا من تا حالا در مورد این شخص به تو چیزی نگفتم و این شخص رو تو ندیدی؟ یهو هر سه تاشون زدن زیر خنده، اما مشخص بود که دارن به زور میخندن. مادر شوهرم گفت آره این یکی دیگه از پسرامه و الانم داره خارج از کشور زندگیشو میکنه. واسه همین نتونسته بود توی جشن شما شرکت کنه. لبخندی زدم و گفتم خیلی هم عالی، فهمیدم که یه برادر شوهر دیگه هم دارم. یه روز بیاین باهاش تماس تصویری بگیریم. منم خندیدم و گفتم ولی خب نمیشه، آخه چجوری با چی تماس بگیریم؟ به آرومی گفتم من یه لپتاپ دارم که قابلیت تماس تصویری داره و خب اونجا خارج از کشوره. حتما پسرتون وسیله‌ای داره که بشه باهاش تماس گرفت. پس نگران نباشید. بحث برای 15 سال پیشه و اون موقع مثل الان گوشی ها قابلیت همه چیز رو نداشتن. بحث تماس تصویری همون روز همونجا دیگه تموم شد، چون با شماره‌ای که بهم داده بودن هر چقدر تماس می گرفتیم در دسترس نبود. ظاهرا نمیشد که با برادر شوهرم تماس گرفت. ما هم دیگه بیخیال اون موضوع شدیم و مادر شوهرم بعد از چند وقت گفت که با یه قطع دیگه باهاش تماس گرفتم، حالش خوبه و گفت نمیتونه با همون تماس بگیره. واسه همین دیگه هممون بیخیال این موضوع شدیم. یه سال از ازدواج من و امید گذشته بود و مثل همیشه بهمون گیر میدادن که چرا بچه دار نمیشین. منم که تازه وارد 22 سال شده بودم نمیخواستم که به این زودی یا بچه دار بشم و با خودم میگفتم هنوز خودم بچم، اما با اصرار امید تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم. ارتباطم با مادر شوهر و پدر شوهرم خیلی عالی بود و اونا اصلاً مثل روز اولشون نبودن. انسان‌های خیلی خوش اخلاق و خوش برخوردی بودن. منم باهاشون احساس راحتی میکردم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه یه روز خیلی سرزده ساعت تقریباً 2 ظهر به خونه‌شون رفتم. اون روز تست بارداری داده بودم و جوابش مثبت شده بود. میخواستم اولین بار شیرینی رو به پدر شوهر و مادر شوهرم بدم، چون خیلی برای این بچه انتظار میکشیدم و میدونم که خوشحال میشدن. هرچی این ور اون ور نگاه کردم و صداشون کردم خبری ازشون نبود. واسه همین به حیاط پشتی رفتم که دیدم یکی از سنگ فرشای حیاط پشتی توی دست پدر شوهرمه. همونطور که کنار مادر شوهرم ایستاده بود اونو سر جاش جا میندازه و چندین بار با پاش بهش لگد میزنه. با تعجب به یه قسمت مربعی شکل از سنگ فرشا نگاه کردم که رنگ و طرحشون با بقیه سنگ فرشا متفاوت بود. تا حالا با این دقت بهش نگاه نکرده بودم. پدر شوهرم روشو سمت مادر شوهرم کرد و گفت حواست باشه گلدونو بذاری روی این قسمت که کسی سمتش نیاد. با تعجب بهشون نگاه کردم و سری خودمو پشت در قایم کردم. به خونه برگشتم و توی سالن پذیرایی منتظرشون نشستم، چون اصلاً حس خوبی از این کارشون نمی گرفتم و با خودم گفتم نکنه با دخالت من توی این موضوع اتفاقی برام بیفته. اما از امروز به بعد باید بیشتر حواسم رو جمع می کردم. پدر شوهر و مادر شوهرم با دیدن من توی سالن کلی تحویلم گرفتن و گفتن این ساعت از ظهر اینجا چی کار میکنی؟
خندیدم و ماجرا رو براشون تعریف کردم. همونطور که انتظار داشتم با شنیدن خبر بارداری من کلی خوشحال شدن. مادر شوهرم پا شد برام اسپندود کرد و گفت امید خبر داره. سرمو به نشونی منفی تکون دادم. گفتم نه والا. گفتم اول به شما بگم. پدر شوهرم خندید و دستی به سرم کشید و گفت خدا رو شکر میکنم که عروس خوبی مثل تو نصیبم شده. بعدم چشمکی زد و گفت کادوی تو پیشم محفوظ دختر گلم. قهقهی بلندی زدم و گفتم شما جاتون رو سر ماست پدر جون. حدوداً تا ساعت 6 عصر اونجا نشستم. وقتی که خواستم برم بازم بهم اجازه ندادن. گفتن به امید زنگ بزن بگو برای شام بیاد همینجا. مادر شوهرم دوباره خندید و گفت البته اگه خودت میخوای سورپرایزش کنی که بحثش جداست. همین الان پاشو برو. اما من سرمو پایین انداختم و گفتم چه سورپرایزی بهتر از این که کنار خانواده‌اش باشه. اون شب امید با شنیدن خبر بارداری من بال در آورده بود و رو ابرو بود، اما یه جورایی جلوی پدر مادرش خودش رو کنترل میکرد که یهو پدر شوهرم گفت هر چقدر دوست داری خوشحالی کن پسرم. مادر شوهرم اجازه نداده بود دست به سیاه و سفید بزنم. میگفت زن باردار دیگه نباید کار بکنه. هر چقدر از خوبی این خانواده بگم کم گفتم. و تو رویای خوشی غرق شده بودم که دوباره سرزده به خونه پدر شوهرم رفتم. حالا دیگه ماه 4 بارداریم بودم و وقتی که آزمایش‌های خاص دوران بارداری رو انجام دادم اونو یک راست به سمت خونه پدر شوهرم بردم تا بهشون بگم که جنسیت بچه چیه. تقریبا ساعت 9 صبح بود. هرچی تو خونه گشتم پیداشون نکردم. یهو فکری مثل برق از سرم پرید. گفتم نکنه بازم توی حیاط پشتی دارن کاری میکنن. بدو خودمو به حیاط پشتی رسوندم و این بار با تصویری که جلوم بود برق از سرم پرید. کل سنگ فرشایی که با بقیه سنگ فرشای حیاط متفاوت بود یه گوشه روی همدیگه گذاشته شده بودن. یه چیزی این در چوبی از زیر اون سنگ فرشا باز شده بود. خبری از پدر شوهر و مادر شوهرم نبود. واسه همین قایمکی خودم رو به اون در رسوندم و متوجه راه پله فلزی شدم که به زیر زمین منتهی می شد. اما به دلیل تاریکی زیاد نمیتونستم چیزی ببینم. با اون وضعیتم نمیتونستم از اون پله ها پایین برم. واسه همین برگشتم تا گوشیمو بیارم و با چراغ قوه شاید بتونم چیزی ببینم که یهو صدای پدر شوهر و مادر شوهرم رو از اون عمق تاریکی شنیدم. پدر شوهرم میگفت اول تو برو بالا، یکم تندتر چون ممکنه کسی بیاد. با تعجب به حرفاشون گوش میکردم و با خودم میگفتم آخه چرا اونا باید یه زیرزمین مخفی توی حیاط پشتی داشته باشن؟ اوضاع رو خطری میدیدم و سری به خونه برگشتم و کیفم رو برداشتم از اونجا بیرون زدم. کل مسیر تا رسیدن به خونه خودمون فکرم درگیر بود و با خودم میگفتم باید تحتوی این قضیه رو در بیارم. آخه چرا باید چنین زیرزمینی توی حیاط پشتیشون باشه و اینجوری مخفیانه برن اونجا؟ همینها باعث شده بود فکرای عجیب غریبی به سرم بزنه. کلید که از خونه پدر شوهرم داشتم رو دوباره به کیف امید برگردوندم. اون روز وقتی امید اومد با خوشحالی جنسیت بچمون رو که یه دختری ناز بود بهش گفتم. امید خندید و گفت به نظرم بهتره این خبر خوش رو به پدر مادرم هم بدیم، چون خیلی خوشحال میشن و منم با اکراه قبول کردم و همون شب به سمت خونشون به راه افتادیم. توی راه بودیم که امید ازم پرسید چرا کلیدایی که داشتی و به هم پس دادی؟ من گفتم راستش اونا رو برداشتم که امروز برم خونه بابا تو این خبر رو بهشون بدم، اما خسته بودم واسه همین دیگه نرفتم. البته تو دلم قسم خوردم که دیگه عمرن بی اجازه خونه کسی نرم، چون با دیدن چنین صحنه‌ای حالم بد شده بود. همونطور که حدس می‌زدیم پدر شوهر و مادر شوهرم کلی خوشحال شدن. گفتن که هیچ نوه دختری نداریم و حالا که داری یه دختر شیرین تو خونمون میاد پس خیلی خوشحالیم. خدا رو شکر می‌کردن. من مثل قبل حال خوبی نداشتم. خیلی زود حوصله‌ام سر رفت و به امید گفتم که به خونمون برگردیم، چون اتفاق امروز بدجوری ذهنم رو درگیر کرده بود. باید هر جوری که شده سر از این قضیه در می آوردم. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود و من تصمیم گرفتم که دوباره به خونه‌شون برم که یهو پدر شوهر و مادر شوهرم
مجبور شدن برای مراسم یکی از اقوامشون به یه شهر دیگه برن. اما به همون خبر دادن که زود برمیگردن و قرار نیست که شب اونجا بمونن. این فرصت رو غنیمت شمردم و همین که پدر شوهر و مادر شوهرم از خونه بیرون زدن با امید تماس گرفتم. گفتم میخوام برم پیش یکی از دوستام که چند وقتی ندیدمش. امید موافقت کرد و اول میخواست خودش منو ببره، اما گفتم که رفیقم خودش میاد دنبالم. از قبل کلیدای خونه پدر شوهرم رو از کیف امید برداشته بودم و یه تاکسی گرفتم و به سمت خونهشون رفتم. با کلی سلام و صلوات در رو باز کردم و وارد خونه شدم. اول کل خونه رو گشتم تا مطمئن بشم هیچ خبری ازشون نیست و بعد از اون به سمت حیاط پشتی رفتم. اول با احتیاط دستم و زیر یکی از سنگ فرش‌ها گذاشتم. با تعجب دیدم که سنگ فرش خیلی راحت بلند شد و به همین ترتیب همه سنگ فرشایی که رنگشون متفاوت بود رو برداشتم. یه ضربه چوبی به چشمم میخورد که یه قفل روش زده بود، اما من کلید اون قفل رو نداشتم. کمی فکر کردم و به خونه برگشتم. کل خونه رو گشتم تا بتونم اون کلید رو پیدا کنم، اما پیداش نکردم. ناامید روی مبل نشستم که یهو تصویر اون روز جلوی چشمم زنده شد. انگار یه کلید کوچیک دست پدر شوهرم بود که بعد از بستن در اونو اصلاً به خونه نیاورده بود. پس ممکنه یه جایی توی حیاط پشتی باشه. کل گلدونا رو گشتم. زیر و بم حیاط پشتی رو در آوردم، اما خبری از کلید نبود که یهو چشمم به یه گلدون کوچیک افتاد که دقیقاً بالای در گذاشته بود. گلدون طبیعی بود یا مصنوعی نمیدونم، اما ظاهر عجیبی داشت و معلوم نبود چه گلیه. یه 4 پایه زیر پام گذاشتم و گلدون رو در آوردم که دیدم یه گل مصنوعیه. گلو بیرون کشیدم و زیر گل دقیقاً توی کف گلدون یه کلید دیدم. با استرس کلید رو بیرون آوردم. گلدون رو سر جاش گذاشتم. بدو سمت ضربه چوبی رفتم و قفل رو باز کردم. سعی کردم در رو بلند کنم، اما خیلی سنگین بود، ولی نهایت زور زدم و در رو باز کردم. چرا قوی پدر شوهرم رو توی دستم گرفته بودم و آروم آروم از پله ها پایین رفتم. حدوداً 2 متر پایین رفتم که به کف زمین رسیدم. روبروم دقیقاً یه در آهنی قرار داشت. در قفل نبود و فقط یه دستگیره داشت. آروم به سمت در رفتم و با استرس دستگیره در رو فشردم. در رو باز کردم که با صحنه‌ای که روبروم بود نزدیک بود سکته کنم. یه اتاق کاملاً مجهز به تخت خواب و گاز و یخچال و حتی توالت و حموم. چشمم به مردی افتاد که پشت میز غذاخوریش مشغول غذا خوردن بود. با دیدن من عین برق از جاش پرید. هر دو با تعجب به چشمای همدیگه نگاه می‌کردیم که اون مرد یه قدم به سمتم برداشت، اما من از ترس در رو به هم کوبیدم. تون از پله ها بالا رفتم. تقریباً به آخرین پله رسیدم که مچ پام رو گرفت و اسمم رو صدا کرد، اما من با ترس هلش دادم و تندتر از پله ها بالا اومدم و در رو بستم و قفل کردم. قفسه سینم به خاطر این حجم از استرس که کشیده بودم فشرده میشد و درد میکرد. قلبم تون میزد، اما نفس عمیقی کشیدم و سنگ فرشا رو سر جاشون گذاشتم. بدون اینکه متوجه باشم کلیدا رو همونجا انداختم و به خونمون برگشتم. کل روز درگیر بودم و با خودم میگفتم یعنی باید به امید همه چیزو بگم یا اینکه سکوت کنم. قبلش با پدر شوهرم صحبت کنم. چیزی که برام عجیب بود این بود که اون پسری که توی انباری دیدم دقیقاً همونی بود که توی عکس دیده بودم. اون پسر دقیقاً برادر امید بود، همونی که گفتن داره خارج زندگی میکنه و هیچ خبری ازش نیست، اما در واقع داشت توی یه زیرزمینه زیر خونه پدریش زندگی میکرد. دیگه اشکام سرازیر شده بود و به شدت گریه میکردم چون نمیدونستم باید چی کار کنم. از طرفی میترسیدم که نکنه امید هم از این ماجرا با خبر باشه. اون شب چیزی به امید نگفتم و با خودم گفتم توی موقعیت مناسب همه چیز رو بهش میگم. فردای اون روزا تقریباً 12 ظهر بوده و مشغول پخت نهار بودم که تلفنم زنگ خورد و شماره مادر شوهرم روی صفحه ظاهر شد. صداش مثل همیشه شاد نبود و با یه حالت جدی بهم گفت
امروز بیا خونمون، باهات کار دارم. من که حسابی ترسیده بودم گفتم راستش من امروز خیلی کار دارم و نمیتونم بیام. اگه کاری دارین شما بیان اینجا. مادر شوهرم قبول کرد و حدوداً 1 ساعت بعد به همراه پدر شوهرم به خونمون اومدن. نگاهشون پر از گله و شکایت بود، اما زبونشون چیز دیگه‌ای میگفت. با اکراه بهم دست دادن و توی سالن پذیرایی نشستن. هر چقدر بهشون تعارف کردم که براشون نهار بکشم قبول نکردن و گفتن اگه خودت گشنه یکم نهار بخور تا بعد با هم صحبت کنیم. حس میکردم میدونستن میخوان راجع به چی صحبت کنن. واسه همین تون چند تا قاشق انداختم تو دهنم و با چند تا لیوان چای به پذیرایی برگشتم. چای‌ها رو به همراه کیک و کلوچه روبروشون گذاشتم. روی یکی از مبل‌ها نشستم. پدر شوهرم 2 قلوپ از چایش رو خورد و نگاهی به من کرد و گفت تو دیروز اومدی خونه ما؟ با ترس بهشون نگاهی کردم و گفتم نه، اصلاً چرا باید بیام خونه شما؟ من دیروز خونه یه رفیقم بودم. پدر شوهرم یه تای ابروشو بالا داد و گفت مطمئنی خونه ما نرفتی؟ دوباره همون حرفو تکرار کردم و این بار تندتر سرمو تکون دادم که کاملا نشون میداد چقدر استرس دارم. مادر شوهرم پوفی کشید و گفت نه ترس دخترم، باهات کاری نداریم. میدونیم که دیروز رفتی خونه ما. آرمان همه چیز رو بهم گفت. با تعجب بهش نگاهی کردم که گفت اونی که توی زیر زمین دیدی آرمان پسرم بود. همونی که گفتیم خارج داره زندگی میکنه. ولی کاش تو که میخواستی اینجوری قایمکی به اونجا سر بزنی قبلش با خودمون صحبت میکردی تا همه ی ماجرا رو بهت میگفتیم. آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و گفتم ببخشید مادر جون، به خدا نمیخواستم سرک بکشم. اصلا من هیچ چیزی ندیدم، به هیچ کسم هیچی نمیگم. مادر شوهرم دستمو توی دستش گرفت و گفت چرا داری میلرزی دختر جون؟ فکر کردی واسه یه چنین چیزی ما قراره با تو بد برخورد کنیم؟ چون دختر عاقل و فهمیده‌ای هستی اومدیم اینجا تا باهات صحبت کنیم و بهت بگیم که جریان از چه قراره. چند سال پیش آرمان کاملا اشتباهی با یه نفر تصادف میکنه و باعث میشه اون شخص از دنیا بره. آرمان کاملا اشتباهی باهاش تصادف کرد و بیچاره هیچ تقصیری نداشت، اما پلیس در به در دنبالش بود و اگه پیداش میکرد قطعاً حکم سنگینی براش میذاشتن و مجبور بود چندین سال آب خنک بخوره که حتی جوونیش رو از دست بده. ما هم که این زیرزمین خونه پدریمون رو از قبل داشتیم یکم بازسازی کردیم و وسایل مورد نیاز رو توش گذاشتیم. الان چند ساله که آرمان داره توی این زیرزمین زندگی میکنه. با ناراحتی نگاهی به چشمای اشک‌آلود پدر شوهر و مادر شوهرم انداختیم. گفتم خب چرا نفرستادینش خارج؟ پدر شوهرم اشکاشو پاک کرد و گفت وقتی با همون تماس گرفت و گفت چنین اتفاقی افتاده ازش خواستیم که چند روزی غیبش بزنه و همون چند روز به دروغ گفتیم که آرمان رفته خارج. خواهر برادرش هم باور کردن، اما آرمان دیگه جایی برای رفتن نداشت. واسه همین بهش گفتیم بهتره یه مدت توی این زیرزمین بمونه تا کارشو انجام بدیم. همه چیز آرمان انجام شده بود. هرچی پس انداز داشتیم براش کنار گذاشتیم که یهو از طرف اداره پلیس به خونمون اومدن. گفتن که ماشینی که با اون شخص تصادف کرده رو پیدا کردن و به نام آرمانه. ما هم بعد از کلی بدو قانعشون کردیم که آرمان الان چندین ماهی که به خارج رفته. ما مجبور شدیم که اینجور دروغ بگیم. ماشینش هم قبل از اینکه بره ازش دزدیده شده، اما چون که برای رفتن عجله داشت و میخواست کارش به پلیس و دادگاه کشیده نشه گزارشی برای دزدی ماشینش ثبت نکرد. نقشه‌ای که کشیده بودیم به خوبی پیش رفته بود و دروغایی که گفته بودیم گرفت. اما حالا دیگه خروج آرمان از این کشور غیر ممکنه. حالا هم تنها راهی که آرمان بتونه از این وضعیت خلاص بشه اینه که کاملا برخلاف قانونی بره اونور آب، چون به محض اینکه اسمش در بیاد پلیس میاد سراغش و میگیرش. خواهر برادرای آرمان هم فکر میکنن که آرمان چندین ساله رفته خارج و ما هر از گاهی یه گوشی تلفن میبریم و تو زیر زمین بهش میدیم تا باهاشون صحبت کنه. حالا دیگه پلیس هم بیخیال این قضیه شده، اما پرونده آرمان هنوز بازه، پس میتونیم به این راحتی‌ها اونو از کشور خارج کنیم. البته آرمان مدام میگه که بیگناهه و یه نفر دیگه پشت فرمون بوده، اما کیه که اینا رو باور کنه؟
با تعجب نگاهی به پدر شوهرم انداختم و گفتم آخه سزای تصادف که اینقدر هم سنگین نیست. خب میتونست با یه دیه ردش کنه. چرا اونقدر خودشو توی هچل انداخت و این همه ساله داره سختی میکشه؟ پدر شوهرم سرش رو پایین انداخت و گفت متاسفانه تاریخ گواهی نامش چند ماه بود که سر اومده بود و سراغش رو نگرفته بود و یه جورایی آرمان بدون گواهی نامه با اون شخص تصادف کرد که واقعا صداش خیلی سنگین میشه. خانواده اون شخص خیلی پیگیر بودن و مدام میگفتن که از حق بچه‌شون نمیگذرن. پس ما هم ترسیدیم که آرمان رو تحویل بدیم. سرمو پایین انداختم و گفتم والا حق دارم. منم بعد از اینکه پسرمون تصادف کرد شاهد بودم که خانواده عموم چقدر عذاب کشیدن، چقدر سختی کشیدن. هنوزم که هنوز دنبال اون شخص هستن که باهاش تصادف کرده اما پیداش. حرفم توی دهنم نصفه موند و با ترس و تعجب به پدر شوهر و مادر شوهرم نگاه کردم. گفتم نکنه آرمان همونیه که مادر شوهرم سرش رو پایین انداخت و گفت ازت خجالت میکشم دخترم، ولی آرمان همونیه که با پسرمو تصادف کرده. مثل فنر از جام پریدم و با تعجب به مادر شوهرم نگاه کردم. گفتم نه دیگه دارین شوخی میکنین. مادر شوهرم سریع بلند شد و گفت شوخی نمیکنم، ولی تو رو خدا قبل از اینکه هر کاری انجام بدی به حرفم گوش کن. سرمو به چپ و راست تکون دادم. گفتم این امکان نداره، اصلا امکان نداره. یعنی وقتی شما اومدین خواستگاری من نمیدونستین که من کیم؟ همون لحظه در خونه باز شد و امید از در وارد شد. با دیدن ما توی اون وضعیت با اخم به سمتمون اومد و گفت چی شده؟ این چه وضعیتی اتفاق افتاده؟ پدر شوهرم دست امید رو گرفت و گفت بهار از ماجرای آرمان با خبر شده. توی 100 ثانیه من و امید هر دو با شوک و تعجب به همدیگه نگاه کردیم. امید متعجب بود از اینکه زنش از این موضوع مطلع شده. من متعجب بودم از اینکه امید از اول همه چیز رو میدونست، اما سکوت کرد. با گریه به سمت اتاقم رفتم و درش رو قفل کردم. هرچی که صدام کردن و به در زدن محل ندادم و گفتم از اینجا برین. اونقدر یه زن باردار رو تحت فشار نذارین. بالاخره امید پدر و مادرش رو راهی کرد که برن خونهشون. تا آخر شب مدام پشت در می اومد و صدا می کرد تا اینکه بالاخره راضی شدم و در رو باز کردم. یه سینی پر از خوراکی و غذا دستش بود که اونو دستم داد و گفت از ظهر تا حالا هیچی نخوردی دختر. این غذا رو بخور و بیا تا خودم همه چی رو بهت بگم. باور کن قضیه اصلاً اونجوری که تو فکر میکنی نیست. سینی غذا رو روی باهام گذاشتم. با ولع شروع کردم به خوردن. بعد از اینکه تموم شد با اکراه به سمت پذیرایی رفتم و کنار امید نشستم. گفتم منتظرم تا برام توضیح بدی چی شده. در غیر این صورت من خیلی ترسیدم و حس میکنم ممکنه اتفاقی برام بیفته. امید اخماشو تو هم کشید و گفت برات متاسفم بهار با این تفکراتت. آخه خانواده من همچین آدمایی هستن. اونا فقط دارن از پسرشون محافظت میکنن. سرمو پایین انداختم و با لحن دلخوری گفتم تو که میدونستی من دختر عموی محسنم، چرا با هم ازدواج کردی؟ امید پوفی کشید و تلویزیون رو خاموش کرد. گفت خوب گوش کن بهار، میخوام همه چی رو از اولش برات تعریف کنم. آرمان حسابی عاشق یه دختری شده بود که خانواده‌ام با ازدواجشون مخالف بودن، چون اون دختر اصلاً دختر جالبی نبود. واسه همین پدرم در موردشون تحقیق کرده بود و دیده بود که خانواده درستی هم نداره. واسه همین عمرن دیگه بهش رضایت ندادن. اما آرمان پنهونی با اون دختر قرار میذاشت و با هم آشنا شده بودن. میخواست هر جور شده باهاش ازدواج کنه. خلاصه یه روز اون دختر به آرمان زنگ میزنه و با هم میرن بیرون. موقع برگشتن خواهش میکنه که پشت فرمون بشینه و آرمان هم از خدا بیخبر اجازه میده عشقش ماشین رو برونه. دختره توی بزرگراه تقریباً با یه آدم برخورد میکنه و بدون اینکه بیسته گازشو میگیره و میره. به خونمون اومدن و آرمان میگفت که باید خودشو تسلیم کنه، اما دختره قبول نمیکرد و من و پدر و مادرم هم هر چقدر اصرار میکردیم قبول نمیکرد. اون دختره که اسمش سارا بود بالاخره اعتراف کرد و گفت من حالم خوب نبوده اون موقع و حال خوبی ندارم.
مطمئناً با این کاری که کردم حکم سنگینی برام قرار میدن. آرمان که اینو شنیده بود حسابی شوکه شد، اما نمیتونست از عشقش بگذره. واسه همین بهش گفت لازم نیست و خودت رو تسلیم کنی. من میگم به جات پشت فرمون بودم. اما از اونجایی که گواهی نامش باطل شده بود خیلی ریسک بزرگی بود. پدر و مادرم باهاش مخالفت کردن و گفتن اون دختر باید خودش گناهشو به گردن بگیره. اما آرمان این موضوع رو پشت گوش انداخت. میخواست خودش رو تسلیم کنه تا اینکه یه روز اون دختر ماشین آرمان رو بر میداره و از اونجا فرار میکنه. بعد از چند روز ماشین پیدا شده بود، اما خبری از سرنشین نبود و این نشون میداد که دختر کاملا گم و گور شده بود. پدر و مادرم هم آرمان رو توی اون زیرزمین مخفی کردن، چون نمیخواستن به خاطر یکی دیگه عمر و جوونش هدر بره. مامان توی این چند سال هر چقدر سعی کرد با اون دختر تماس بگیره، خبری ازش نشد و اینکه زنده است یا مرده خبر نداره. اما الان که خبری از گناهکار اصلی نیست. اگه آرمان خودش رو تحویل بده بیگناه، باید عمری آبخنک بخوره. در ارتباط با تو بهار، من ماهای اولی که تو رو دیدم اصلاً نمیدونستم کی هستی و هیچ شناختی ازت نداشتم. فقط عاشقت شده بودم. من عاشق دختری شدم که جونم رو تو اون کافه نجات داده بود. واسه همین دیگه به این فکر نکردم که ممکنه خانواده‌اش کی باشن. روزی که ماجرای پسرعموت رو برام تعریف کردی و فامیلی خانوادگیت رو بهم گفتی، فهمیدم تو کی هستی که دیگه کار از کار گذشته بود و نمیتونستم ازت دل بکنم. واسه همین یک هفته تموم فکر کردم و بعد از اون با خانوادم صحبت کردم، اما اونا شدیداً مخالفت کردن. میگفتن این همه دختر رفتی عاشق دختر عموی پسری شدی که اونا برادرت رو باعث و بانی از دنیا رفتنش میدونن. حتی عموی تو آدم خیلی بزرگیه بهار، چون میدونست که تو داری با کی ازدواج میکنی، اما هیچی بهت نگفت. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم آخه چرا عموم چیزی نگفت؟ امید کمی اینور و اونور شد و گفت وقتی پلیسا ماشین آرمان رو پیدا کردن و بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدن که ماشین آرمان دزدیده شده، دیگه اتهام رو از روی آرمان برداشتن. اما پروندهش هنوز بازه و عموی تو خیلی خوب میدونست که این ماشین مال آرمانه و آرمان پسر ماست. اما با وجود این حتما با خودش گفته خب ممکنه فرضیه پلیس درست باشه و یه نفر ماشین آرمان رو برده باشه و واسه همین خیلی بی خوده که بخوام ازدواج این دختر بیچاره رو خراب کنم. حالا هم میخوایم هر جوری شده آرمان رو بفرستیم خارج از کشور، چون پسرعموی تو دیگه بر نمیگرده و اون دختری هم که باهاش تصادف کرده گم و گور شده. آیا به نظر تو درسته که آرمان بخواد اینجوری تاوان پس بده؟ اشکام دونه دونه سرازیر شده بود و سرم رو پایین انداختم. گفتم واقعا حق آرمان نیست که چنین اتفاقی براش بیفته و چنین تاوانی پس بده. اما تا کی میخواد عین فراریا توی کشور دیگه زندگی کنه؟ به نظرت اگه همه چیز رو به پلیس بگه بهتر نیست؟ شاید اونا بگردن و اون دختر رو پیدا کنن و حتی یه سرنخی پیدا کنن که بتونه آرمان رو نجات بده. به نظرم باید بهترین وکیلا رو براش بگیریم. امید عصبی شده بود، اما خودش رو کنترل کرد و گفت دیگه نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنی. تو الان یه بچه تو راهی داری، باید به فکرش باشی بهار. سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم اما نمیتونم بی خیال بشم. پسرعموی من به خاطر اون دختره از این دنیا رفته که حالا اون دختره داره واسه خودش راست راست زندگی میکنه و صاحب اون ماشینم که برادر تو باشه اینجور زندگیش در به داغون و آوار است. اصلا این موضوع باید قانونی حل بشه. تا کی میخواین مخفیش کنین؟ امید پوفی کشید و گفت من خیلی ساله دارم با پدر و مادرم صحبت میکنم. شاید که راضی بشن این پسر بیچاره بره و همه چی رو بگه و از دست این عذاب وجدان راحت بشه. اما قبول نمیکنن و حتی به آرمان هم اجازه تسلیم و اعتراف کردن نمیدن. واسه همین منم بیخیال شدم. گفتم هر کاری دوست دارن انجام بدن. سرمو پایین انداختم و به فکر فرو رفتم. گفتم باید هر جور شده با آرمان صحبت کنم و راضیش کنم که تسلیم بشه، چون اون موقع یه امیدی هست که بتونه اون دختر رو پیدا کنه و تبرئه بشه.
اما اینجوری فقط مثل یه اسیر و آواره زندگی میکنه. نمیدونم چرا و به چه دلیلی، اما به حرفای امید و خانواده‌اش اعتماد کرده بودم. چند روز از اون ماجرا گذشته بود که خودم به دیدن پدر شوهر و مادر شوهرم رفتم. باهاشون صحبت کردم و گفتم من هیچ مشکلی با این قضیه ندارم، اما میخوام یک بار هم که شده با آرمان صحبت کنم. بعد از کلی خواهش و التماس، شوهرم درهای خونه رو قفل کرد و پنجره ها رو بست. آرمان رو از توی زیرزمین آوردش توی خونه. آرمان خیلی شیک و پیک و مرتب بود و طبق گفته های خودش هر چند وقت یه بار میاد اینجا و حمام میکنه و به خودش میرسه. دوباره برمیگرده توی زیرزمینش. اما بیشتر روز رو توی تنهایی میگذرونه. پدر شوهر و مادر شوهرم از انواع غذا و لباس، حتی موبایل و اینترنت هیچی برای آرمان کم نمیذاشتن. اما تنهایی اون رو حسابی داغون کرده بود. اول از همه با آرمان صحبت کردم و گفتم چطور اون روز منو شناختی و اسمم رو صدا کردی؟ گفت آخه پدر و مادرم همیشه راجع به تو صحبت میکنن. میگن یه عروس عین دسته گل گیرمون اومده و منم عکس تو دیدم. همون لحظه‌ای که وارد زیرزمین شدی شناختمت. خندیدم و گفتم والا من از ترس تو بودو فرار کردم. آرمان لبخندی زد و گفت من که یه آدم بد نیستم. فقط اشتباهی تصادف کردم و میدونم که کارم اشتباه بوده. اما آزارم به یه مورچه هم نمیرسه. با حرفای آرمان پدر مادرش شروع به گریه کردن. من جو رو آروم کردم و گفتم آرمان میخوام باهات رو و راست صحبت کنم. بعدش هر تصمیمی که دوست داری بگیر. الان دو راه داری، یا اینکه همینجوری یواشکی از کشور خارج بشی و تا ابد اونجا زندگی کنی، یا همین که بری و همه چیز رو به پلیس بگی و از اون دختر شکایت کنی تا اونو بتونن پیداش کنن. آرمان سرش رو پایین انداخت و گفت هیچ امیدی نیست. اگه سارا پیدا نشه و منم لو بدم که چندین ساله دارم مخفیانه زندگی میکنم، قطعاً شامل سزای سنگین تری میشم و باید کل عمرم رو آبخنک بخورم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم همین 2 روز پیش یه خبر به گوشم رسیده آرمان. ظاهراً یه دوربین که از اتوبان دوم به سمت شهر وصل شده بود تونست رد ماشینت رو بگیره و متوجه شدن که راننده یه دختره. این خبر از طریق عموم به گوشم رسید. دقیقاً بعد از اینکه با امید صحبت کردم تلفنم زنگ خورد و عموم بهم گفت که از همه چیز خبر داره و میتونه که من با چه خانواده‌ای وصلت کردم. اما تا حالا بهم نگفته چون نمیخواد زندگیم خراب بشه. اما پلیس بالاخره تونست از طریق دوربین‌های مداربسته رد اون ماشین رو بگیره. کجا رفته و حتی تا کدوم اتوبان رانندش یه دختر بوده. با تعجب به عموم گفتم آخه چرا بعد از این همه سال پیگیر این موضوع شده؟ عمو گفت ما دوباره یه شکایت ثبت کردیم و گفتیم چندین سال گذشته، اما هنوز خبری از کسی که با پسرمون تصادف کرده نشد که اونا دوباره هم شروع کردن به چک کردن دوربینا. دقیقاً چند روز بعد از تصادف پسرم همون ماشین رو توی دوربین ها دیدم. تصویرش ثبت شده، اما این بار فقط یه دختر پشت فرمون بود که حدس میزنن شاید ماشین رو همون جایی که پیدا کردن ول کرده با خودش فرار کرده. هیچ مشخصاتی از اون دختر پیدا نشده. همچنان دارن میگردن تا پیداش کنن. عموم ازم خواهش کرد که بهتون بگم اگه میشه از پسرتون آرمان که الان خارج از کشور بپرسین آیا اون دختر رو میشناسه یا اطلاعاتی ازش داره تا بهمون بده. اینجوری خیلی راحت‌تر میتونن اونو پیدا کنن و احتمالاً آرمان هم تبرئه بشه. حالا آرمان من ازت میخوام که بری و خودت رو تسلیم کنی و دیگه به این زندگی مخفیانه پایان بدی. من نمیدونم تو چه جونی داری که 4 ساله داری توی تنهایی زندگی میکنی. یعنی هیچ وقت به فکرت نرسید که بری و مشخصات اون دختر رو لو بدی تا اونو بتونن پیداش کنن و تو رو تبرئه کنن؟ آرمان اشکاشو پاک کرد و دستی توی موهاش کشید و گفت به والله اونقدر که درگیر قایم شدن بودم به فکرم نرسید چنین کاری کنم. کلی با آرمان و پدر شوهر و مادر شوهرم صحبت کردم، اما مادر شوهرم راضی نمیشد. واسه همین اونو تنهایی به اتاق کشیدم و همه چیز رو براش توضیح دادم. گفتم نباید به پسرت اینقدر سختی بدی. اجازه بدی کل عمرش با این عذاب وجدان زندگی کنه. به خدا اگه همون موقع خودشو معرفی میکرد عموی من میبخشیدش.
من از خانواده عموم خبر دارم. اگه عموم میفهمید راننده آرمان نبود، عمرن از آرمان دیگه شکایت نمیکرد. میافتاد دنبال گناهکار اصلی، چون عموی من آدم خدا ترسیه و ببین الان قشنگ با همون تماس گرفته و میخواد این قضیه رو بدون اینکه کسی آسیب ببینه حلش کنه. اگه آرمان همون موقع خودش رو لو میداد، الان دیگه وضعیتش اینجوری نبود. داشت زندگیشو میکرد. شما پدر مادر آرمان با تصمیم‌های اشتباهتون زندگی این بچه رو به تباهی کشیدین. آخه مگه فیلم و سریاله که بیاین توی زیرزمین مخفیش کنین؟ یعنی واقعا فکر کردم فیلم سینماییه که بخوان اینجا مخفیش کنین و بعدم اونو بفرستین بره خارج از کشور. بالاخره مادر شوهرم راضی شد و مرحله بعدی امید بود. اما امید بدون هیچ مخالفتی فقط با لبخند بهم نگاه کرد و گفت به نظرم که باید خودش رو بره معرفی کنه و همه رو از دست این عذاب وجدان راحت کنه. 3 روز بعد از اون ماجرا، وقتی که آرمان آمادگی کاملش رو پیدا کرد، همگی با هم به اداره پلیس رفتیم. آرمان اونجا اعتراف نامش رو پر کرد. متاسفانه قضیه اونجوری که میخواستیم پیش نرفت و به خاطر گول زدن پلیس و قانون یه حکم جداگونه برای آرمان قرار دادن. بعد از اون به تصادفی که با پسر عموی من داشت رسیدگی کردن. چند ماه گذشته بود و آرمان آب خنک میخورد و ما مدام دنبال کاراش بودیم تا اینکه بالاخره خبر خوبی به گوشمون رسید. گفتن که اون دختر رو پیدا کردن. وقتی سارا توی دادگاه حاضر شد، رنگ به رخ نداشت و موهای ژولیده و لباسای بدبو نامرتبی داشت. سربازا گفته بودن بعد از اینکه آمار سارا رو درآوردن، اونو توی قرارگاه پیدا کردن که آدمای درست و به درد بخوری اونجا نبودن. سارا توی جلسات اول دادگاه هیچی رو به گردن نمی گرفت. اما بعد از اینکه عکس و فیلم‌هاش رو نشونش دادن و اعترافات آرمان رو خوند، شروع کرد به اعتراف کردن. همه چیز رو همونطور که امید برای من تعریف کرده بود گفت و در آخرم اضافه کرد که ماشین رو برده و یه جایی ول کرده و رفته به زندگی خودش تا گیر پلیس نیفته، چون فکر میکرد زندگیش قراره گلستون بشه. اما در آخر الان 2 ساله که داره بین آدم‌های جور و جور زندگی میکنه. زندگیش از جهنم هم بدتر شده. بچه من به دنیا اومده بود و همه براش خوشحال بودن. حالا 8 ماهش شده بود، اما هنوز رأی قطعی برای دادگاه آرمان داده نشده بود تا اینکه بالاخره آخرین جلسه دادگاهش فرا رسید. سارا رو به کم فرستاده بودن و الان حالش خیلی بهتر شده بود. به خاطر اینکه بدون گواهینامه پشت فرمون نشسته بود، براش چندین سال آب خنک قرار دادن. اما عموم با حکمای سنگین‌تر مخالفت کرد و گفت چندین ساله از دنیا رفتن پسر من میگذره. پس اگه الان بخوام یه آدم بیگناه رو به خاطرش محاکمه کنم، کار اشتباهی کردم. اما آرمان به خاطر اینکه چندین سال مخفی زندگی کرده بود، چند سال براش قرار دادن، اما با چهره خندان و شاداب حکمی که براش در نظر گرفته بودن رو پذیرفت و میگفت به نظرم بهتر از زندگی کردن توی اون 4 دیواری با ترس و لرزه. خلاصه 1 ماه از اون ماجرا گذشته بود که توی همین 1 ماه 3 بار پدر شوهر و مادر شوهرم به دیدن آرمان رفته بودن. خب درکشون میکردیم، نمیتونستن از پسرشون دل بکنن، اما هر سری که آرمان رو میدیدن و از احوالش جویا میشدن، با خوشحالی به خونه برمیگشتن و میگفتن آرمان خیلی خوشحاله. اثری از ناراحتی توی چهرش نیست. اما اون سالهایی که توی زیرزمین خونه ما مخفی بود، واقعا افسرده شده بود و ما خیلی نگرانش بودیم. خیلی وقتا مادر شوهرم با گریه به عکس آرمان ظلم میزنه و میگه کاش میفرستادمش بره خارج. اما اینجوری این وضعیتش نبود. اون لحظه من دست روی شونش گذاشتم. گفتم اگه پسرت الان اونجاست میتونی بری و ببینیش، ولی اگه میرفت خارج دیگه تا آخر عمرت نمیتونستی ببینیش و اینکه همش 3 سال دیگه میاد بیرون و آزاد میشه. نگران نباش. من و امید به همراه پدر شوهر و مادر شوهرم به دیدن خانواده عموم رفتیم، چون میخواستیم این موضوع رو براشون روشن کنیم و از دلشون در بیاریم. اما برخلاف عموم که خیلی با خوشرویی ازمون استقبال کرد، زنمون کلی بحث رو انداخت و گفت چندین ساله دارم از داغ پسرم میسوزم. شما خبر داشتین و سکوت کردین و گناهکار اصلی رو لو ندادین.
حالا لطفاً انتظار نداشته باشین از من که بخوام همه چیزو فراموش کنم و باهاتون صمیمی و خوب برخورد کنم. لطفاً از خونه من برین بیرون. همگی بلند شدیم و با شرمندگی از خونه زدیم بیرون که لحظه آخر زنمون دستم رو گرفت و گفت تو با بقیه فرق داری دخترم. جات توی خونه عمود محفوظه. هر وقت دلت خواست میتونی بیای و بری. این کوچولوی خوشگلت رو هم با خودت بیار. اما ازم انتظار نداشته باش که خانواده شوهرت رو ببخشم. لبخندی زدم و گفتم میدونم زنمون سخته. منم انتظار ندارم که تو اونا رو ببخشی. ولی لطفاً از منم خورده نگیر. باور کن من وقتی عاشق امید شدم اصلاً نمیدونستم پسری کیه و حتی بعد از ازدواج هم باخبر نشدم. زنمون چشماشو روی هم گذاشت و گفت میدونم دخترم. عموت همه چی رو برام گفته. امیدوارم زندگیت خوش باشه. ماجرا اونطوری که میخواستیم پیش نرفت و موفق نشدیم که خانواده عموم رو با خانواده شوهرم آشتی بدیم. اما مشکل بزرگ از اونجای شروع شده بود که مادر و خانواده خودم هم با خانواده شوهرم به مشکل خوردن و بابام به خاطر عموم میگفت دیگه نمیخوام امید و خانواده‌اش رو ببینم. الان دخترم 2 سالش شده بود و توی این 2 سال هیچ ارتباطی با خانوادم نداشتم. فقط هر از گاهی خودم تنهایی بهشون سر می‌زدم و این موضوع امید رو خیلی ناراحت کرده بود. اما خانواده من حق داشتن و چنین مسئله‌ای رو نمیشد خیلی راحت بخشید. یه شب وقتی هممون خونه پدر شوهرم جمع بودیم، مادر شوهرم شروع به صحبت کرد و گفت به نظرت خانواده تو ما رو میبخشن؟ لبخندی زدم و گفتم ممکنه ببخشن ولی ممکنم هست که نبخشن. چون همونطور که قبلا بهتون گفتم این ماجرا فیلم هندی نیست که بگیم بعد از کلی اتفاق خیلی راحت همه با هم صمیمی شدن و گل و بلبل شدن. شما با اینکه میدونستین من دختر اون خانوادم ولی منو به عنوان عروستون توی این خونه آوردین. جدای از اون انگار بهشون بد کردین دیگه. پسر اون خانواده رو ازشون گرفتین اما با خیال راحت و مخفی کاری دخترشون رو به عقد پسرتون در آوردین. خب اگه خودتون بودین ناراحت نمی‌شدین؟ به نظرم خانواده من به زمان نیاز دارن. حتی شما هم به زمان نیاز دارین. حرفای من همونطور که میگفتم شد و الان با اینکه 35 سالمه هنوز هم ارتباط خانواده‌ام با خانواده شوهرم درست نشده. هر از گاهی همدیگر رو گوشه کناری میبینند و خیلی سوری با همدیگه سلام علیک میکنن. اما خدا رو شکر 2-3 سالی هست که امید به زور دیگه خودش رو توی خانواده‌مون جا کرده و هر طوری شده ارتباطش رو با خانواده زنش خوب کرده. وقتی آرمان آزاد شد یه دسته گل و شیرینی گرفت و بیخبر به خونه عموم رفت و ازشون طلب بخشش کرد. بعد از اونم به خونه پدرم رفت و از اونها هم طلب بخشش کرد و گفت لطفاً به خاطر من دومادتون رو تنبیه نکنید. امید پسر خیلی خوبیه و نمونش گیر نمیاد واقعا. البته که آرمان از هر 2 تا خونه با بی‌احترامی بیرون شد اما براش مهم نبود و میگفت من باعث اتفاقای بدی شدم براشون. حالا اینکه اونا یه بی‌احترامی کوچیک بکنن که چیزی نیست. چند باری برادرم ازم میخواست که از امید جدا بشم و برگردم خونه بابام. اما من مخالفت میکردم و میگفتم زندگیم با امید و خانواده شوهرم خیلی خوبه. حالا اینکه چنین اتفاقی چند سالی پیش افتاده به من مربوط نیست. اونا رفتار خیلی خوبی با من دارن و حتی حالا بیشتر از قبل منو دوست دارن. چون توی چنین شرایطی کنارشون ایستادم. پس نمیتونم به این راحتی ولشون کنم. حالا موضوع از اونجایی جالب میشه که با 35 سال سن نمیدونم باید چی کار کنم. انگار خدا تو سرنوشت ما گذاشته که خانواده 2 طرفمون عین مار به همدیگه بپیچه. آرمان و دختر خاله من توی یه جشن با همدیگه آشنا میشن و دقیقاً بدون اینکه بدونن از چه خانواده‌هایی هستن عاشق همدیگه میشن. ماجراشون دقیقاً عین من و امیده. اما طولی نکشید که آرمان متوجه شد فریبا دختر خاله منه. حالا هر دوی اونا میدونن که از چه خانواده‌هایی هستن و میخوان با همدیگه ازدواج کنن چون حسابی عاشق همدیگه شدن. اما من و امید مخالفت میکنیم و میگیم این موضوع غیر ممکنه. اصلاً امکان نداره که خانواده من دختر به آرمان بدن. اما آرمان همچنان ازم میخواد که من پافشاری کنم و باهاشون صحبت کنم. منم به آرمان اصرار میکنم و میگم این عشق فقط یه عشق زودگذره. به نظرم بیخیال همدیگه بشین و برین سراغ زندگیتون. اون روز با دختر خالم صحبت کردم و گفتم ببین من 2 تا بچه دارم و یه زندگی خوب دارم. درسته عاشق شوهرم شدم و هنوزم عاشقشم.
اما تو میتونی با یکی دیگه هم ازدواج کنی و عاشقش بشی. پس یاد پاپیچه آرمان نشو. خودتو به در و دیوار هم بزنی پدر مادر تو رو به آرمان نمیدن. پس لطفاً اجازه بده ارتباط من و امید با خانواده پدریم خوب بمونه و دوباره خرابش نکن. اینجوری خانوادمون فکر میکنن که خانواده امید فقط هدفشون ناراحت کردن و اذیت کردن ماست. با وجود اینکه پسرمون رو ازمون گرفتن، دارن اینجور خواستگاری دخترمون هم میان. یکم فکرتو به کار بنداز. متوجه میشی که واقعا چنین حس بدی به آدم القا میشه. اون روز فریبا کلی گریه کرد و گفت خودت هم میدونی که من الان 30 سالمه، اما توی این مدت عاشق هیچ کسی نشدم و کل خواستگارم رو هم رد کردم. اما آرمان یه چیز دیگه است. به خدا که واقعا دلم میخواد باهاش ازدواج کنم. هم آرمان هم فریبا کلی بهمون التماس میکنن تا من و امید راضی بشیم و خانواده هامون رو راضی کنیم که این دوتا به هم دیگه برسن و وصلت کنن. الان حدوداً 6 ماه از اون ماجرا گذشته، اما همچنان ما هیچ حرفی به خانواده هامون نمیزنیم. حتی خودمون هم راضی نشدیم. به نظرتون ما باید با خانواده هامون صحبت کنیم و اصرار کنیم و یه جوری آرمان و فریبا رو به هم دیگه برسونیم، یا اینکه قال قضیه رو بکنیم و هر کدوم رو به یه زندگی خودشون بفرستیم؟ چون واقعا دیگه حوصله بحث دوباره رو نداریم. کدوم راه رو بریم؟ به هم برسونیم یا از هم جدا کنیم؟ با سپاس از شما دوستای نازنینم که تا آخر یه داستان دیگه هم همراه من بودین. ممنون میشم ازتون به خاطر زحماتی که برای تهیه داستان‌ها کشیده میشه. ویدیوها رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. راستی دوستای مهربونم، خیلی دوست دارم بدونم الان داستان من رو در چه حالی و در حال انجام دادن چه کاری گوش میدین. ممنونم که توی کامنت ها برای من بنویسید و کامنت هم برای دوست عزیزمون فراموشتون نشه. تا داستان بعدی شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. در ضمن خیلی دوستتون دارم.